تشکر. این سرود نیاپولیتانی بود. با زبان نیاپولیتانی اجرا شد و بسیار اهمیت آن دارد که ناپولیتانسا همین سرودهای خودشان را فقط با لهجه حرکت میکنن اجرا کنند. حتی مشهورترین حافظا لوچانو پاواروتی، بنیامینو جیلی، انریکو کاروزو، همینها سرودهای نیاپولیتانی البته به زبان نیاپولیتانی اجرا میکردند. چون که خلق نیاپولیتان بسیار با رشک نگاه میکند وقتی که سرود نیاپولیتانی با زبان ایتالیایی اجرا میشد یا سرود نیاپولیتانی با زبان روسی اجرا میشد. این چیز نادرست حساب میخورد. برای همین من هم در نیاپل بودم، در آنجا خواندم در کنسرت ها و یکی از حافظان نیاپولیتان جولیانو بوناونتور نام دارد، گفت که ادهم احتیاط شو، این سرودی نیاپولیتانی که تو میخوانی، 10 سرودی نیاپولیتانی که میخوانی البته با لهجه نیاپولیتانی خوان که خلق نیاپل میخواد فقط با لهجه خود سرودهای خودشان رو شنود. خیرت مرا آگاه کرد. بعد در همون دوم قسم کنسرت 10 سرودی که نیاپولیتانی که باید میخواندم با زبان نیاپولیتانی افاده کردم و چند تماشابینا آمده میگفتن که شما ایتالیان اسمی یا نیاپولیتان اسمی؟ من میگفتم که نه، من از تاجیکستان آمدگی. نه باور نمیکنیم. چرا باور نمیکنیم؟ چون که شما از حد زیاد تازه با لهجه نیاپولیتانی اجرا کردید. حتی باور نمیکردن. رفیقا بودن نیاپولیتان، حافظان نیاپولیتان، پیش از همین کنسرت مرا بسیار با زبان ایتالیایی را، زبان نیاپولیتانی را نشان دادن و همین طور کنسرت با موفقیت گذشت. نباشد میگفتند که خودی مشهورترین لوچانو و پاواروتی میترسد رفتن به نیاپل کنسرت دادن، چون که او زبان نیاپولیتانی را نمیداند و میترسد که خلق قبول نمیکند. چند بار همین طور شد که لوچانو پاواروتی مشهورترین حافظه قبول نکردند، چون که به زبان سرودهای نیاپولیتانیشان نه به زبان نیاپولیتانی بلکه به زبان ایتالیانی اجرا کرد. این چیزها را حافظهای جوان باشند در اینجا باید دانسته گیرند که در آینده که مشهورترین حافظ شود که به درجه بین الخلقی به صحنه بین الخلقی برآمده تواند، البته این نازکی های حافظی خلق را باید داند. در روز تولد 1948 هفتم می پدرم از کار آمده بودند، کارگر دولتی بودند. از کار آمده از مادر من بعد پرسیدند که پتی تو من با گوساله تولد کردی یا کودک؟ ها چی شد؟ در آن وقت من گریه میکردم و آوازم که از روز تولد از یکم روز آوازم غوض بود. پدرم رو در حیرت ماند که این چطور میخواند که ها 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 گفته آواز غوض قطعی گریه دارد. آن کس میخواندیدن، لیکن همین چیز در حیات ما همچون یک علامت ماند که هم کسب من حافظ شدم با کسب خود، هم با شعور خود، با خاراکتر خود اکتور شدم، حرکت میکردم صنعتکار شوم و همه قوه و هنر و استعدادی که به من داده شد
حرکت میکردم ترقی دهم و همین طور امروز در نزد شما ایستادم با یک خرسندی، با یک بخت و خلق تاجیک خودمان را پیشنهاد کردم در بسیار مملکت ها، در بسیار شهر و مکتب های با زبان های هر خیره تا همین روز همین طور شد که با 16 زبان من ریپرتوار اپراوی، کامروی، استرادی خواندم و این چیز برای من یک بویگری ریپرتوار من شد. من خرسند هستم که با مهنت، با استعداد، با این توفیقی که من گفتم توانستم استفاده برم و خلق خود را در جهان مشهور نمایم. بسیار حافظای جوان را توانستم تربیت کنم. خودی در خارجه 27 سال من کار کردم و در آنجا قریب 100 نفر شاگرد تربیت کردم. از فرانسه، از بلژیم، گرمانیا، ایتالیا، خصوصا بسیارتر از ایتالیا و در آنجا هم حالا شاگردان هستند. با یک خرسندی آنها هم با یک هنری آموختن، با یک آوازی که با آنها توانستم نشان دهم میخوانند. استادی عزیز کمی هم باشد درباره زادگاه پدر و مادرتان یا اینکه خردسالی خود قصه می کردید؟ زادگاه من طوری که گفتم در شهرچه فرخار شد. پدر من کارگر تشکیلاتچی پرتیایی بودند. در وادی کلاب در 12 رایان این ولایت مهنت کردند. با این من فخر میکنم. پدر من یکمین کانال ها رو ساختگی، یکمین استاسیون الکتریکیش ساختگی و تمام خلق همون وادی که برداشتند، همچون آنها را فرهاد تاجیکستان، فرهادهای تاجیکستان میگفتند تا آخرین وقتا. و من غرور دارم از این چیز که پدر من با یک زمین تاجیکستان و در یک زمینی که من تولد شدم بسیار مهنت کردند و خلق یاری رساندند، مکتب ها را ساختند و خیلی آبروی بلند داشتند. همین طور شده بود که بعضی وقت ساعتهای 2-3 شب یک ماشین می آمد در پیش دروازه ما گداک می داد. پدرم می برآمدند و همون آدمای ماشین خطی آمدگی می گفتند که رئیس بابا ما همون رئیسی کلخاز همین طور چیزها را با شما رای کرد. یک لینگچه، 2 لینگچه برنج روی کردن، چند لینگچه آرد روی کردن، قبول کنید التماس همینا. پدرم مادرم فریاد میکردن، میگفتن که آدرس детский дома نویسید. آدرس детский дома می نویستند، آدرس اینترنت نویسید. همه آدرس های می نویستند. بعد میگفتن که همین آدرس قطعی همین آوردگی چیزهای آرد و برنج و گوشت و گوسفند و چی آوردگی باشه با اینترنت رایان سپار و خانه کودکان رایان سپار. یک ذره برنج در حوله ما ندارد. گفتم ما همین طور هم با خلق تاجیک همراه برده نان تقسیم کرده میخوردند. میخوام یک قرصک را برای همین طور فرخاتها، برای همین طور آدم ها به یاد آنها قرصک زنیم.
با همین طریق من هم مقصد ماندم در نزد خود که صنعت تاجیک را چطوری که میتوانم بلندتر بردارم. میخواهم که آینده شما هم همین طور شود و بخواد شود و با خدمت به خلق خود گذارد. استاد چرا در ایتالیا نماندید؟ در حالی میتوانستید که برای همیشگی در آنجا مانید و فعالیت کنید. یکم که وطن خون وطن میکشد، یک. دویمش اگر پدر من، خویشاوندان من، خلق من برای خلق خود خواست است مهنت کردن، فرزندای تاجیک را به وایا رساندن، چرا من برای 1 کیلو گوشت زیاتی یا 1 کیلو کنفت خارجی باید در آنجا مانم؟ برای این به من لازم نه. برای من آبروی خودم در کار، آبروی خلقم در کار بود و یک وقت با برآمدها میکردیم در اروپا با یکمین ارغنون نواز تاجیک دلبر ولامتزاده برآمد میکردیم، کنسرت داشتیم. در آن کنسرت شد در شهر ژنو. در نزد در اطراف ما ششتند فارس زبان ها، روس زبان ها، زبان ایتالیا میدانستگی ها، فرانسوزا شتگی بودن و گفتن که شما چی با عریضه نمی نویسید که ما شما با رزدان ساتیم و به ملال همینجا کار میکنید، صنف میتیم کار میکنید، چی با شما نمیخواهیدان در شویساریا ماندن؟ تشکر برای تکلیفتان گفتیم و بعد از کنسرت با دلبر ولامتزاده میگفتیم که این پدرای ما همین قدر مهنت کردند، همین قدر غم خلق خودمان را خوردند، آنها هیچ نگریختند، نرفتند هیچ جا. چرا ما باید یک مملکت دیگر را قبول کنیم و در آنجا روش گردیم، از مشکلی ها ترسیده، کنفت های با مزه خورده؟ در حیات این اهمیت کلان ندارد. اهمیت کلان دارد آنه که من با یک مقصد رسیدم، با یک چیزا مهارت ها را رسیده توانستم. شمایان خونده استادیتان در کنسرواتوار، در انستیتوت صنعت، این اهمیت کلان دارد. سوال شما با همین جواب. همچون یک نفر هنرمند، ایجادکار در حیات خود را از دل شکستگی و دلخستگی چگونه دور میکنید؟ البته حیات خیلی مشکل است. حالت های هر گونه پیدا می شوند. عذاب های جسمی، روحی و از حیات، از وجود خود گذراندن این چیزها خیلی آسان نیست. بهتر میشد اگر هر یک شخص وطنش را فراموش نکرده، نترسیده، پیش برده حیات را گذراند و با دیگران عبرت شود. این به فکر من به هر یک شخص قوت میدهد، قوت روحانی هر یک شخص را تربیه میکند، با اراده پیدا میکند در هر یک شخص. ما یک ملت هستیم، فرزند داریم، اولاد داریم و باید اولاد را، فرزندمان را، خودمان را، خلق خودمان را باید فکر کنیم، نه آن که چطوری که گفتم در خارجه عرف عادت های خودشان هست. شخصان نظم هستند، شخصانی که در آنجا هم عذاب میکشند هستند. انا حاضر چند ایتالیوی از ایتالیا آمدگی به تاجیکستان و تئاتر ما داخل شدگی و حافظان ما و جوانان ما همراه کار کرده ایستادند. با یک خرسندی آنها هم مقصد خودشان را دارند، آنها هم میخواهند
زندگی دیگر خلق رو بینند، دست خودشون رو دراز کنند. دو تا دیریژور، دو تا موسیقیچی، نه سه تا، علاقه سه تا شد. یکمش من تکلیف کرده بودم به تاجیکستان آمدن، چون حالت ارکستر آنقدر نغز نبود و من تکلیف کردم که بیایید به خلق ما یاردم کنید، درجه ارکستر ها را بردارتان. راضی شدن، آمدن، کار کردند. صنعتکاران جوان ما آنها قبول کردند، این هنر را، مهارتشان را قبول کردند و حالا باور داریم که به نزدیکی ارکستر پرزیدنتی پیدا شد در ریسپوبلیکای ما. موسیقیچیان بهترین در آنجا نشسته نواخته ایستادند. این چیز اهمیتی کلان دارد، نه آن که مثلا یک لینچه برنج زیادی خوریم و آش پلوزه. من یک خاطره هست در دوره دانش اندوزی در انستیتوت زیبای صنعت به نام میرزا ترسونزاده. به خاطر دارم که سال 1988 بود، من علاقه دانشجوی کورس دوم بودم و استاد ادهم خالقوف یک پگاهی ساعت 6 سحر قطعی به خوابگاه آمدن. ما حاضر خواب بودیم، منم چشمم مک شدم، بالای سرم به استادگی خستم از جان، گفتم تینجی شما ساعت 6 قطعی اینجا آمدید؟ نه سلام نه علیک. گفتن که صادق جان تو همین اپرای ریگالیت را میدونی؟ گفتم میدونم. اونجا به یک نقش هست، گفتن نقش مارولو میدونی؟ گفتم میدونم. همین تو گفتن یک هفته وقت، یک هفته بگفتن به زبان ایتالیانی تیار کردم میتونی؟ منم هیچ گفتم میتونم. همین که خسته برآمده رفتن، من با فکرم حال کار نمیکردم تئاتر، با کار کرده بودم رفته بودم. بعد تیار کردم، بعد از یک هفته من آمدم، بعد استاد ادهم خالقوف نشان دادم، گفتن که در بین یک هفته ازیاد کردی؟ گفتم ها شما چی خیلی گفتید؟ من بین یک هفته ازیاد کردم و این خاطره ها بسیار است، برای اینکه همراه استاد ادهم خالقوف ما هم در کنسرت های عموم اشتراک کردیم، هم سفرها کردیم و هم بسیار نازگی های صنعت کسبی اپرا را از اتامکه ما گرفتیم و اثرهایی که با زبان ایتالیانی میخوانیم، با زبان نیاپولیتانی میخوانیم، بسیار این چیزها رو با همراه استاد کار کردیم. من میدونم که در وقتی که در تئاتر کار میکردیم، از اپرای بالماسکارات جوزپه وردی یک تا اری وزنین دارد، اری ریناتو هست. من بسیار گوش کردم همونجا. اتامکه گفتم که همین اری را من میخوانم. گفتن که صادق جان حاضر تو وزنین تر میشد. این گفتن یگان 10 سال گذرد بعد خون. از این 20 سال گذشت من نخوندم همون اری را در پیش خودشون. بعد گفتن که که وقتی همین اری خوندنت آمده است. خاطره ها بسیار است. من یک سوال دادنی هستم به استاد ادهم قربانوش که وقتی که شما علاقه دانستید که آینده صنعت کسبی را پیشه میکنید و همگان ما میدونیم که شما در کنسرواتوری شهر مسکو تحصیل کردید و استاد شما یکی از حافظان جهانی یوگینی نیسترینکا خطا نکنم بود، بله. یک دو سخن میگفتید که چی طور همین درس ها با همراهی یوگینی یوگینیش میگذاشت؟ عموما دور خیلی خوب بود در کنسرواتوری مسکو. در تمام اتفاق در کنسرواتوری های تمام اتفاق سوویتی صنعتکاران بزرگ کار میکردند. این یک بختی کلان بود برای استودنت هایی که می آمدند به مسکو، لنینگراد، نووسیبیرسک و در کنسرواتوری های آنجا می آموختند، می خواندند. خیلی بختناک گشتند چون که
با آنها درس ها را پروفسورهای مشهورترین میدادند. سالیستوی تئاتر بلشوی، سالیستوی کیروسکی تئاتر. با استودنت ها می‌آموختند آنها صدا چقدر باید رود، مهارت اکتوری چقدر باید ifade شود در صحنه. یک وقتی کلان شد که بهترین بقوتترین صنعتکارا بیبیکوف، پژو و صنعتکاران استودنتان تاجیک، یک گروه استودنتان تاجیک در دست آنها در انستیتوت گیتیس، انستیتوت تئاتروی میخواندند. در کنسرتوار من میخواندم، نظام همراباyev میخواند، شایسته ملاجانو میخواندند، آیت سبزعلیeva میخواندند و این همه این بیهوده نگذشت. همه این با گوش ما چسبید، با دست ما چسبید، با جسم ما چسبید. مثلا بیبیکوف وقتی که یا پژو و یا استانیسلافسکی به درس می آمدند، آنها حرکتی درسی خودشان را به ما میگذراندند. عادی نه، بالا قیدن نه، با گپ زدن نه. هم میخواستند میگفتند که خالقوف به من نگاه کن، به من نگاه کن، همین فکری مرا ifade کن، چی ifade کرده میتوانی یا نه. همین طور از دست آنها هاشم گدایف، حبیب الله عبدالرزاقوف، محمود جان واحدوف بزرگترین صنعتکار گذاشتند. حال مکتب آنها در دست شما هست. بسیار با فکرم استودنت ها هنرشان را به خود قبول کردند و باید همین طور شد. باید از دست ندهیم مهارتی که آنها قبول کردند از بزرگان، توستانوگوف، پاکراوسکی، سیمنوف، دیریژورهای بزرگ، رژیسورهای بزرگ. من خوشبخت شدم که در تئاتر بلشوی قریب 2 سال کار کردم و رول های اپراهای مشکل ترین خواندم. بعد از آن به ایتالیا روی کردن مرا، در آنجا هم هنرنمایی کردم، مهارتم را بلند کردم و به اینجا آمدم. حاضر با شمایان نزدیک، جوانان دیگر بلند مهارت نزدیک. من خرسندم که 2-3 ارکستر داریم حاضر، ارکستر استرادی، ارکستر پرزیدنتی، ارکستر تئاتر، ارکستر کامروی. این چیزها استفاده براتون. اگر استفاده نبراتون وقت گذشته میرد، وقت تیز میگذرد. من فکر نمی کردم که وقت همین طور با یک ثانیه میگذرد و میرد و بعد میگویم که چرا این چیز رو نکردم، چرا این اثرها رو ثبت نکردم، من با این چیز نکردم، دیگر چیز نکردم. اکنون برای تعریف نه، من امروز شما گفته میتونم که من تا 600 اثر ثبت کردگی در خروجه. همین طور وقت رو گم نکنیتان. التماس من از شما. استاد عزیز، چگونه که به ما معلوم است شما در داخل و خارج از کشور شاگردانی زیاد دارید و موفق ترین شاگردانتان کیها می باشند؟ اکنون من گفتم که قریب 100 نفر شاگرد پیدا کردم در ایتالیا. بین آنها من گفتم که ایتالیایی ها هم بودن، روس ها بودن، آذربایجانی ها. حاضر من نامش فراموش نکنید، یوسف ایوازوف. چمپیونات فوتبال وقتی که شد در مسکو گذشت، پوتین تکلیف کرد که با ما در همین چمپیونات روسیه خوانید. دیگرها حاضرش به حافظایی که تیار شده ایستادند میخوان برآمدهای نقض کنند، با ارکستر پرزیدنتی می آیند. من در آنجا با آنها چیزی که من میدونم البته میگذارم، میتیم با آنها و موفقیت های نقض پیدا کرده ایستادند. نازنین، صادق نوراللهیف، منزیفه،
یا جوان بچه ها شدن آنها هم آماده درس میگذارن در یک هفته 2-3 مراتب میبین درس میگذارن و شما هم راه شناس شدن یافتان با چنین اکتور و رژیسور همچون هاشم گدایف همچون با دیگر رژیسور و اکتورها. همین رو گفتنی هستم که من شخصا و از نام تمام جوانان هنرمندان کسبی جوان گفتنی هستم که ما خوشبخت‌ترین نسل، خوشبخت‌ترین جوانان بسیار خوشبخت هستیم که با چنین استادان همکاری کرده ایستادیم و همه روزه ما از استاد یک سیرها رو، یک نازکی های صنعت جهانی رو، صنعت اپرای اکادمی رو می آموزیم و برای همین با استاد من تشکر و منتداری خود رو می رسونم تا که استاد با ما همه روزه یاری می رسونن، مصلحت های مفید می دهند برای هم در حرکتی صحنه، هم تزریع اجرایشی اثرهای جهانی، هم برای انتخاب شعر و سرود و همین خیلی ما هم در آینده کوشش میکنیم که مکتب استاد رو دوام دیم و با شاگردان خود، با نسل نورس همین چیزهایی که از استاد آموختیم و خواهیم آموخت به آنها رسانیم و آموزیم. تشکر. تشکر. استاد عزیز، آیا از فرزندان و نبیرگان در جاده صنعت هستند؟ هستند. 3 فرزند و 6 نبیره دارم. از بین آنها فرزند کلانیم که کمتون خیلی آنقدر تمام وجودش رو به صنعت نداده است و وابسته است با صنعتکاری، با موسیقی استرادی. بغیر از این نبیرچه 12 سالم و مشق میکنند در مکتب موسیقی شهیدی پیانینو می آموزند و 2 تا دیگری آنها با یک تا اسکریپکا می نوازد، یک تاش پیانینو می نوازد، یک تاش شهمات بازی میکند. حرکت کردیم در هر یک ساحه آنها یگان وابستگی داشته باشند و در حیات خودشان یک فایده بینند، یک هنر را آموخته صاحب این یا آن هنر شوند. استاد، پیشنهادهای سرودهای ملی تاجیکی به طور اپرا از نگاه شما در کدام سطح اجرا می شود؟ سوال خوب، چون که بسیار اهمیت کلان دارد وقتی که یک شخص یک حافظ جوان یا یک حافظ پروفسیونال شدگی با زبان تاجیکی میخواند و مثلا اثرهای اروپایی را. این خیلی مشکل است اثرهای اروپایی را با زبان تاجیکی خواندن یا برعکس. اما این را دانستن در کار. یکی از عبرت‌های بهترین حافظا احمد باباقلوف می باشد که پدر خودش 6 مقام را آموختگی در کنسرواتوری مسکو خواندگی، مکتب اروپایی قبول کردگی و انسامبل استرادی هم تشکیل کردگی بودند و در چند رویه صنعت خودشان را استفاده بردند و آواز خودشان را استفاده بردند، چون که آوازی در حقیقت خیلی عجایب داشتند، هم پرقوت، هم آیا خورشید کانی روشنایی گفته میخواندن آیا خورشید گفته با طرز روسی نمیخواندن. اثرهای تاجیکی اپرا صنعت ایتالیایی حساب میخورد، اما همین صنعت ایتالیایی و صنعت پروفسیونالی را میتونستند با طرز تاجیکی فولکلوری خوانده توانند و اثر زیاد شیرین میبرامد. چین و چین میخواندند. سوال شما درست، چطور زبان اثر موسیقی تاجیکی ها را چکار خواندن در کار؟
اثرهای اروپایی رو خواندن در کار. من تاجیک، من برای تعریف نگفتم، برای 16 زبان رو میخونم با طرز فرانسوزی، اثر فرانسوزی باشد با فرانسوزی میخونم. معلم ها قطعی کار کردگی، تلفظ زبان ها را آموختگی. ایتالیایی باشد، ایتالیایی را حاضر من هم در ایتالیا پریموی ترانسلیسی و داشتم، کانال یکم ایتالیایی داشتم، برآمد میکردم و با دیگر زبان ها هم نه هم تو ندانسته یک چیز تلفظ کردن می آموختم، تلفظش می آموختم، دیالکتش می آموختم. برای همین یک شخص نیاپولیتانی آمده میگوید که شما تاجیک نیست، شما روس نیست، شما نیاپولیتانید. من گفتم که شما نیاپولیتانید با زبان با طرز نیاپولیتانی. من شما یاد میتیم اثرهای تاجیکی خوانید، التماس از شما انتظار میشم که ایتالیایی ها هستن. من گفتم 3 کس ایتالیا هستن. ایتالیایی ها با زبان تاجیکی میخونند، سخنرانی میکنند، تلفظ میکنند درست. سوپرانو آمادگی بودند، برابر منظفه برابر دیگرها صحنه و برآمده اثرهای تاجیکی خواندگی. این هزیل نه، این یک خرسندی، زیباگی، هنرنمایی، هنربلندی، این مدنیت انسان رو بلند میکرده چیزها. استاد گرامی لطفاً بگویید که در ایتالیا از کیها به شما درس دادند و با کدام هنرمندان خارجی دوستی داشتید؟ آن چیزی زور من با یادم آوردید. در ایتالیا من وقتا شدم که یکمین تنر سالهای 80 کارلو برگانسی درس میداد. بهترین یکمین حافظ ایتالیا به من درس داد. دومش فرانکو کورلی بهترین تنر حافظ بهترین سالهای 80 با من درس داشت است. حاضر افسوس نیست است. یکی از بهترین تنرهای ایتالیا ماریو دل موناکو، آوازی که همه آنها آوازهایی داشتند که فقط همون بودن کشات میماندم در نگاه و در شنویدن وی آواز. چطور برآورده ایستاده است این آواز را، چطور زیباگی این صدا از دهن برآمده توانسته ایستاده است. همینطور سوال ناز دادید به من. بهترین ماسترها، استادان ایتالیایی درس دادند. هنگامی در ایتالیا بودنتان بهای هنر خود را از جانب مردم خارج چگونه میدیده؟ نام زال ها رو میگویم شما. با فیشر دیسکو در یک زال داشت در گرمانیا، در شهر بادخامبورگ بفکرم، بادخامبورگ. دائما از روی آن که بسیار آدم حافظ مشهور بود، فیشر دیسکو در همون زال خود دائما برآمد میکرد و کنسرت میداد. وقتی که ما با رحمت دلبر، با ارغنون نواز تاجیک رحمتی آمدیم به گرمانیا، من پرسیدند شما کنسرت کجا من گفتم که من کنسرت کجا میتونم. گفتن که در زال فیشر دیسکو، در زال فیشر دیسکو یک کنسرت یکوی من گذاشت. پیرو کاپوچیلی یکی از باریتون های بهترین ایتالیا، یکی از تئاترویی که نه همه میتواند جرأت کند در آنجا خواند، پارما، شهر پارما بود. بالشکوی پارما تا حاضر اگر یک حافظ مخول نشود پامیدور قطع میزنند، تخم قطع میزنند تا حاضر.
در آنجا هم یکم ادیلینی و لیونوچی گفته که بریتون یکی نمره یکی ایتالیا دویم ادیلینی من خوندم در تئاتر اپرای پارما ویرونا مشهورترین جای توریستی با ویرونا برای گوش کردن حافظا را اپراها را حافظای اپرا را از امریکا از تمام اروپا از تمام جهان میبیان فقط برای اپرا گوش کردن بعد یک روز همونجا خواب میکنن میبروند شبش تماشا میکنن اپرا بعد روز دیگرش میرن فقط برای اپرا میبیان در آنجا برآمد کرده توانستم در شهر میلان در تئاتر لاسکالا تئاتر لاسکالا خیلی تئاتری که مشهورترین حافظا اگر یکی بختناک شود یکی یک سپکتاکل یا دو سپکتاکل میخواند خود معلم استاد من یوگنی نسترینکا خودش یک 5-6 بار خواندگی یکمین بسی جهان 5-6 مراتب خواندگی همین قدر درجه تئاتر لاسکالا بلند است که یکی بهترین تئاترهای جهان یکمین تئاتر اپرا جهان حساب میخورد نام این صحنه ها با شما ممکن گوید که یک تاجیک رفته در همین صحنه ها توانست برآمد کند باز یک بار دیگر سلام خود را به شما میرسانم استاد گرامی که چنین استاد داریم در تاجیکستان استاد اپرا صنعت اپرا رو بلند برداشتید در جهان که خود من طول 3 سال می شود که از استاد مکتب استاد شاگرد را آموخته ایستادم و به همکسبان و به جوانانی که در عین حال رونق خود را پیش برده ایستادند همه وقت لازم است که مکتب استاد شاگرد را گذارند به شما تشکر زیاد استاد که مهنت شما برای ما خیلی بسیار است من از شما امیدی کلان دارم از منظفه امیدی کلان دارم من بچه های جوان که در ساحه استرادا موسیقی فولکلور کامرا میخوانند من باوری کلان دارم و میخواهم که همه ما در ریسپوبلیکا با جناب عالی ما که همین خبر مهنت ها را کرد و کرده استادند برای تاجیکستان یاردمچی شویم قنات دست راست و قنات دست چپ و عموما با چیزی که میتوانیم یاردمچی شویم برای خلق تاجیک برای بهترین استعدادهای تاجیک Sa puissance, on entend sa puissance, d'un monde demandera l'autre mot. Pour fêter les femmes idoles, le roi et peuple confondu, au bruit sombre des écus, dans ce ruine rang de vol, autour de son piédestal, autour de son piédestal. Satan de la vol, de la vol, Satan de la vol, de la vol.